دادگاه دوم حربی حوزه غربی در شهر مسکو روز 14 دکامبر سال 2023 5 زاده تاجیکستان و یک زاده جمهوری داغستان روسیه را در آمادگی به حمله تروریستی به بنای اساسی فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه گناهکار شناخت. بنا به خلاصه دادگاه، این 6 نفر عضو سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش بوده قصد داشتند که روز 1 ماه سال 2022 قبولگاه فسب را ترک کنند، سپس با سلاح و گرانات به ازدحام راهگذران و بناهای اطراف حمله کنند. دادگاه حاجی مراد حسن علیف زاده داغستان را به 19 سال زندان محکوم کرده، 5 زاده تاجیکستان وابسته به نقشهشان از 16 تا 22 سال حکم زندان نظامش سنگین داد. منوچهر بوریف 22 سال زندان، امک بچهش رجب علی بوریف 16 سال زندان، عبدالملک سمیف 17 سال زندان، سمندر تاشمرادوف 20 سال زندان، عبدالقادر طایرف 23 ساله که او را مرگ طلب می نامند 17 سال زندان. با قرار دادگاه از 4 تا 6 سال اول حکمشان را این 6 نفر باید در محبس پوشیده ادا کنند. به گفته ادوکات‌ها در جریان مرافعه 4 نفر از متهمان از بیانات در وقت تفتیشات داده خود دست کشیده، تنها 2 نفر و آن هم قسما عیبنامه را به گردن گرفتند. در اول هفته جاری عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای منوچهر بوریف 25 سال زندان با 900,000 روبل جریمه، برای تاشمرادوف 24 سال با 900,000 روبل جریمه، برای حسن علیف 20 سال و 5 میلیون روبل جریمه، برای طایرف و سمیف 18 سال با 5 میلیون روبل جریمه و برای بوریف خردی 16 سال با 500,000 روبل جریمه طلب کرده بود. عیبدار کننده گفت سبب چنین حکمای شدید را طلب کردنش این است که متهمان عقیدتاً میخواستند عمل تروریستی انجام بدهند، نه از گمراهی. خود متهمان برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید که این نفران که همگی از 19 تا 25 سال سن دارند در مسکو در ساختمان‌ها یا همچون کوریر کار میکردند و گویا عبدالقادر طایرف که همگی 23 سال دارد راضی شده است که نقشه حمله‌گر مرگ طلب را اجرا کرده خود را در داخل بنای فسب در مرکز مسکو بترکاند. بنا به فرضیه تفتیشات از ماه مارس تا اپریل سال 2022 عیبدار شوندگان شعبه سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش را تشکیل کرده در حضور همدیگر به این سازمان بیعت سپردند و بعدا خود را در مرکز میدان لوبیانکا ترکانیده و همچون طلب اساسی خروج نیروهای روسیه از سوریه را طلب کنند. فسب میگوید افسران امنیتی از این نقشه آنها خبر یافته از پسشان میپویدند و ماه اپریل سال 2022 وقتی که آنها الکی به انجام حمله آمادگی میگرفتند همشان را دستگیر کردند. ادوکات‌ها قبلا این پرونده پرسر و صدای قصد حمله به بنای فسب را سیاسی شده نامیده گفته بودند که در اصل نفران زیر حمایت آنها قربان عملهای تحقیرآمیز کارمندان فسب شدند. حامیان حقوق بسیاری از پرونده ها با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده ها بافته و ساخته بوده کارمندان نیروهای امنیتی روسیه از حساب مهاجران بی حقوق و بی حمایت میخواهند نتیجه خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند.